اسیر شدم دیگه نمیخورم. انشالله خوش چیز کم نیست آقا. زنده باشی کاکا داوود. کلی چیز است. اما فکر میکنم او گوسفند زیاد خوشی بچه قهرمان آمده. میشه از نزدیک نشانش بیتی؟ البته که نشان میتم. حالا بگه شیرم بیا که بریم. بچه مرا کجا روان کردی؟ کاکا داوود یک آدم خوب است، تشویش نکن. تایر میخوای از تو کدام سوال کنه؟ از همین خاطر رو روان کرد. من هیچ سوالش جواب نمیتم. بچه من میگیرم امیال از اینجا میرم. توضیح بده. چیزی به توضیح دادن ندارم. از پیش شوهرت فرار کردی، در وقت شب خانه ایلا کردی، باز محترم خود پت کردی. باید چیزی به گفتن داشته باشی. گفتم هیچ چیز به گفتن ندارم. ازتون بسیار زیاد تشکر از اینکه متوجه بودین، کمکم کردین و همراه ما چای صبح خوردین. حالا دیگه لطفاً ما رو تا میدان هوایی برسانین که ما منتظر میریم. باش تا صبح که دستت خوب شد باز رفته میتونی. حالا باید سوالای من جواب بدی. اگه جواب نتام اگه جواب نتی چی میکنی؟ لطم میکنی؟ یا چشم راست ما تو کبود میکنی؟ یا که میخوایی دیگه کلکای ما تو میده کنی؟ تو مرا از چی میترسانی؟ دیگه میخوایی به خاطر کدام بلا مرا تهدید کنی؟ یا که میخوایی تو هم مرا خوب لط کنی ها؟ آرام باش. ما سر زنا دست بلند نمیکنم. درست است. خوش شدم که به زنها احترام میکنی. به اجازهتون ما دیگه میرم. یک دقیقه صبر کن. بیازو زیاد جیگر خون شدیم. حالا تو کجا میری؟ در یک میلی بس میشینم و هر جایی که رفت ما میرم. تو چی میکنی ها؟ دیوانه هستی؟ شک نداشته باش. با کدام پیسه میخوایی بری؟ کارتام نداری. 1 لیرام نداری. امروز خو رخصتی است. صبا بخیر یک حساب برات باز میکنم. یک مقدار پولم دو مندازیم تا صبا دستتام خوب میشه. چرا؟ چی چرا؟ چرا قبرم خوبی میکنی؟ گپم گوش کن خانم. ما از منطقه دریای سیاه هستیم. میفهمی از مهمان خود. مثل چشمای ما حفاظت میکنیم. خوش کنی مرا تهدید نکنی. ما تهدید نمیکنم. حالا بیا که بریم. امرتان بجایی میشه. اگه امر میبودی قسم نمیگفتم. این چقدر خشن است. خشن خواه است اما قلب مهربان داره. چرا استادستی؟ حالا بیا. چیزی که گپ خدا و راستی است ترکان. میخوایم مرجانه را به تایر خواستگاری کنم. از دوستی که ده خیشی خوب نیست. اولا ما خو چیزی گفته نمیتونم ثانیه جان. بدل ما خو نیست ببینم جمیل جان چی میگه. شاور تو ده گپا کلش کار نمیکنه. کل چیز خراب خواهد کرد. تو کارا را از زنا کده دیگه کس خوب نمیفهمه. زنده باشی مرجانه. بخیر قهوه خواستگاریتم بخورم انشالله. هرچی که قسمت باشه خاله ثانیه. مرجان دخترم اگه تو را به تایر خواستگاری کنیم باز چی جواب میتی؟ هرچی که پدرم بگه قبول دارم. دای زمانه تو دختر با حیا. ماشالله ماشالله. سال است که تایر خوش دارم و بیبی هیچ از دانش نبرامد. منظورت از این گپ چیه ثانیه؟ ای خدا تو باز دست تو تمثیل نکو دیگه. کلی کارا را به خاطر خوبی مرجانه میکنم اما بسیار کم مانده. تو کوشش کو شوهر تک دفعه راضی کنی. مام دیگه با اجازه تان میرم. کجا میری؟ برم که از دکان 1 کیلو شیر گاوی بخرم. در خانه هم طویله داریم هم گاو اما باز محتاج شیرای فابریکه ایستی.
خوش آمدین خاله ثانیه. کجا بخیر؟ خوش باشی پناهگاه که کلتان به خدا. بازم درباره گپایم فکر کو. چه قپارو گفت؟ درباره چی میگفت؟ درباره خواستگاری با بچهش گپ میزد. او میرات لو درکی خواد گرفت مادر. چشم سفیدی نکن، تو را با میرات نه بلکه مرجانه با طاهر دیوانه خواستگاری کده. کجا چشم سفیدی کردی مای؟ مریم، فکر کنم کس را در پشت من انداختی. گوش کو چی میگم. فکر کنم یادت رفته. برات نگفته بودم که دیگه قسم سوالا را پرسان نکو. مرا هیچ خوشم نمیایه. نه خیر. حالا دختر جان برو. فکر کنم زیاد قارسی یک گلاس آب بخور که خوب شوی. حالا برو. متوجه ساعتت هم باش. فهمیدی؟ چی شده مراد؟ چرا امرای ینگیم جنگ میکنی؟ میگه که چرا امرای دیگه دخترها میگردی؟ از ما قار است. وای. تو به خدایا. نه بچه دگاه کجا هستن؟ مادرم پشت شیر رفته. ینگیم هم تال از خانه که قسمان نامده بیاده. میگن وقتی یادت کنه و بره. سیم را دراز میباشه. بسم الله. بیادر؟ امشب اینا خانه ما میباشن؟ خیر یاده اینجا چی میکنن؟ بیادر باید گپ بزنیم. کیا را دعوت کردن؟ ینگه جان متوجه اید باش. شما دو نفرم فکرتان باشه که پیش روی طفل سعی گپ بزنیم. آرسی بود دوزن دارد. مصطفی آرام باش. بس آرام که بسن. ایران کسن. سلام یه عید خوش آمدی. بیبی یه عید پیشت آمده اصل جان. حالا برین ساتری کنین. خورده کلان کار زود بگو که یاده اینجا چی میکنن. کده زن مردم چی کار داری یاده؟ بیادر متوجه گپ زدنت باش. زن مردم در خانه آوردی باز میگه که متوجه گپ زدنت باش. دیروز نان نمک کو آدم خوردی. چطور جرأت کردی بدون اجازه بیادر کلانت اینا رو اینجا بیاری؟ بیادر او احمق زن خود لط کرده باز کلکایشم شکستانده. او زن خود لط کرده. تو مدافع حقوق زن هستی که اینجا آوردی؟ چرا زن مردم فرار دادی؟ ما فرارشان ندادیم. این خانم در طول بکس موتر پد شده بود. اگه خودش این کار نمیکرد من میکردم. بد کردی لوده. پیش مردم بینیم و بریده میشه و بچه. تو را با مشکل زن مردم چی؟ بس است. آرام باشین من از اینجا میرم. صبر کو. کجا میری؟ 2 دقیقه آرام در جایت باش. باید پس پیش شوی خود بره. امیاله ما کده زود تجارت شروع کردیم. اگه خبر شود که زنش پیش ماست اما بروی ما از بین میره هم تجارت ما. درست است. میمانم که بره پیش شوهرش لط کرده بکشش. ما اینجا تجارت خود پیش ببریم. باش کدن جانش تمیدم. مصطفی چی؟ امرت گپ بزن. آسیا کو. لطفاً بیا مصطفی بیا. آسیا خیرت از اوزن چرا خجالت داری؟ ایلاکو اوزن چرا خجالت داری؟ چی گپ است؟ پشت دق شدیم. آسیا اصلم پشت دق شده و تمام. بله دق شدیم. از دست تو زن. گوش کو. اقازت نکو. خوش ندارم که رابطه تو بیادرت خراب شود. خوب میشه که ما دیگه از اینجا برم. هیچ جای رفت